8 نکته بر میکاپ های سر قرار که هر دختری باید اونو بدونه. ولی مرحله اینه که پوستمون خیلی سرحال و فرش بشه، پس ماسک ورقه‌ای میذارم که آنن پوستمو آبرسانی کنه. کرم پودرتو کم بزن، حتما رنگ پوستت باشه. نه یا صورتو با کرم پودر خفه کن، زمان بذار چند دقیقه کامل با بیوتی بلندر بلندش کن تا خیلی خوب روی پوستت بخوابه. مقدار کانسیلر باید کم باشه، ترجیحاً فقط 1-2 درجه روشن‌تر از کرم پودر، توناژش بهترین و خودی باشه. قبلش هم حتما کرم دور چشم بزنید که کیکی نشه زیر چشمتون. بچه من برای اینکه پوستم شاداب‌تر به نظر برسه تا میتونم محصولات پودری رو کم استفاده میکنم، به جاش از محصولات کرمی دارم استفاده میکنم. برونزر کرمی، رژگونه کرمی که خیلی صورت و گوگولی و فرش‌تر نشون میده. تمام محصولاتی هم که دارم استفاده میکنم از برند شیکلمه. خیلی هم راحت بلند میشه چون یه بافت کره طوری داره. بچه به جای سایه های خیلی پرکار من نظرم رو خط چشمه. یه خط چشم نیمه خیلی خوشگل و ترتمیز بکشید در حدی که فرم چشاتون عوض کنه. دیگه خیلی سلیقه‌ایه، شما میتونید خط چشم کامل بکشید یا نیمه. فرماژه حتما بزنید چون خیلی توی حالت چشم تاثیر داره. نظر شخصی من به نظرم اصلا موژه حالت طبیعی نداره از نزدیک و به جاش بیاین یه ریمل پرپیمون بزنید، خیلی شیک تره. یه خط لب قهوه‌ای میکشم، به جای اینکه روژ بزنم میام تینت میزنم که خیلی هم الان ترند و خوشگله. امیدوارم که دوستش داشته باشین.